توی این ویدیو میخوایم در مورد اپیزود آخر عروسی خونین صحبت کنیم. اما موضوع حرف من گیم آف ترونز نیست. با من همراه باشید تا بریم به دل تاریخ ایران و از اون جشن عروسی خونینی که در دربار ایران اشکانی رخ داد با خبر بشید. من صدر احراری هستم و تو این ویدیو میخوام در مورد اون جشنی که به یک جنگ بزرگ بین ایران و روم منجر شد صحبت داشته باشیم. خب درود بر شما. بریم به سرگذشت پرفراز و نشیب اردوان چهارم واپسین شاهنشاه اشکانی بپردازیم. داستان در قرن سوم میلادی داره رخ میده و بعد از درگذشت بلاش چهارم اشکانی حکومت در یک کشمکش قرار میگیره بین پسرانش، بلاش پنجم و اردوان چهارم. اول بلاش قدرت رو دست گرفت و برای چند سال شاهنشاه ایران اون بود، اما اردوان از یه جایی به بعد در یک سلسله جنگ فرسایشی و 3 ساله حدوداً از ماد که خب منطقه تحت حکومتش بود در زمان پدر، نیروهاشو مجتمع کرد و در نهایت بعد چند سال جنگ همونطور که گفتم پیروز شد و در 216 رسما تاج بر سرش گذاشت و بر تخت پادشاهی در تیسفون پایتخت وقت تکیه زد. همزمان تو روم داشت اتفاقی میافتاد، اتفاقی که خیلی هم دور نبود، تقریبا شبیه همین بود. سیوروس مرده اینجا، امپراتور قبلی، اونی که به ایران هم حمله کرد و اتفاقا متاسفانه شکست هم داد ایرانو و وصیت کرده قبل مرگش که حکومت بین کاراکالا و گتا دو پسرش تقسیم بشه، اما کاراکالا چنین چیزی رو بر نتافت و قابل قبول نبود براش و گتا رو کشت، برادرش رو کشت. اون بلاش کشته نشده و اردوان حکومت دست گرفت، ولی بلاش کشته نشد. در بابل داره یه صرفا منطقه بابل رو برای خودش نگه داشته و سلوکیه همینطور و داره حکومت میکنه، اما شاهنشاه دیگه اردوانه. کاراکالا بران شد که حمله کنه به ایران. خیلی هم دوست داشت شبیه اسکندر برخورد کنه و اصلا اینش معروفه، الگوش اسکندر بود، دوست داشت اسکندر دوم باشه. اسکندر هم کار بزرگش چی بود؟ ایران رو فتح کرد دیگه. این اومد کار کرده الگوش اسکندر و کار ناتمام پدرش که فتح ایران باشه رو انجام بده و برای این شروع این جنگ دنبال بهونه بود. یه نامه زد به اردوان، دخترش رو ازش خواستگاری کرد. اینجا بین مورخین 2 تا نگاه وجود داره. یکیشون عروسی خونین است، یعنی برای یکیش میتونیم عنوان یا تیتر عروسی خونین رو بذاریم که اول ویدیو گفتم. یکی دیگهش نه، چیز دیگه ایه. من میگم اول عروسی خونین رو میگم که اصلا ویدیو رو با همون ادعا و در حقیقت به همون وعده شروع کردیم. اینطوریه. برجسته ترین مورخی هم که اینو گزارش کرده دیوکاسیوسه که به تاریخ یونانش معروفه. میگه که آره، کاراکالا نامه زد و اردوان به حال در نهایت پذیرفت و اینا اومدن سمت پایتخت ایران. نیروهای رومی اومدن سمت پایتخت، جشنی گرفته شد. توی اون جشن در حالی که ایرانی‌ها تصوری نداشتن، میگفتن جشن دیگه، ردای اشرافی بر تن داشتن و لباسای مجلسی و مست از باده مراسم بودن و یهو رومیا شمشیر کشیدن و جنگو شروع کردن. خونریزی سنگینی اونجا رخ داد، واقعا جنایت هولناکی اتفاق افتاد در کاخ ایران. البته اردوان از اون مهلکه گریخت، اما به هر حال اتفاق هولناکی بود و خارج شهر، خارج پایتخت، نیروهای ایرانی هم منسجم شدن و درگیری رخ داد، جنگ رخ داد بین ایران و روم. اما ایران شکست خورد، متاسفانه ایران شکست خورد. و اما یه اتفاق جالبی که افتاد، واقعا دست خدا بود. اردوان پاسخ کدوم کار خوبش رو اینجا دید، این که کاراکالای پیروز شده یهو ترور شد توسط نیروهای خودی و تقریبا جمله مورخین هم قائلن به اینکه پشت این داستان ماکرینوس بود. بعد از مرگ کاراکالا، ماکرینوس که فرمانده گارد پریتوریان بود، پریتوریان ها یکی از مهمترین قوای نظامی روم در اون زمان بودن که گارد سلطنتی محافظت از امپراتور محسوب میشدن و فرمانده اینا دست راست امپراتور بود. یعنی ماکرینوس دست راست کاراکالا به شمار می اومد و میگم اکثرا معتقدن که پشت این داستان، پشت این ترور ماکرینوس بود.
درجا حین جنگ اعلام کرد من جانشین کاراکالا هم، من امپراتور جدید رومم. یعنی این میتونه اصلا توجیه کنه واقعا اون باور رو. به نظر میرسه که چنین چیزی هم بود. و سریع هم نامه زد به اردوان، گفت جنگ نمیخوام، بیا تمومش کنیم، هیچ مسئله دیگه نیست. اینجا اردوان فهمید که الان دیگه توپ تو زمین ایناست، شرایط تعیین کرد براشون. گفت یکی این که گفت نمیپذیرم چنین چیزی رو، مگه یکی اینکه شهرهایی که فتح کردید و از زمان سوروس پس بدید، یعنی سوروس و کاراکالا هر چی فتح کرد پس بده. بعد 2 شهرهایی که ویران کردید و با هزینه خودتون بازسازی میکنید. و 3 غرامت این جنگی که بر ما تحمیل کردید رو پرداخت میکنید. ماکرینوس نپذیرفت اول و خب افت هم داشت براش. تو اومدی فکر کن یه امپراتور قدرتمند و پیروز و شکست دادی، بعد یهو بیای یه قرارداد ننگین رو بپذیری. خب درجا با مخالفت مردم و سنا مواجه خواهی شد. کما که کلا پریتوریانا خیلی محبوب نبودن اون موقع توی روم، اصلا قوای همچین جذاب و محبوبی نبودن، دنبال بهونه بودن که مردم که باشون قطعا مخالفت کنن. و نپذیرفت، اردوان حمله کرد بهشون. اردوان اینجا یکی از سنگین ترین شکست‌ها رو بعد یه مدتی که برای چند دوره ایران واقعا تو موضع ضعف نسبت روم قرار داشت، یکی از سنگین ترین شکست‌های ممکن رو بهشون تحمیل کرد. جوری که به گواه و باور اکثر مورخین ایران راحت اونجا حتی میتونست بره خاک روم رو هم تصرف کنه. منتها خب سپاه ایران درگیر سالها جنگ بود. زمان سوروس جنگیده بود. بعد از در حقیقت مرگ بلاش هم بین پسرانش 2 پاره شده بود سپاه ایران و این با اون میجنگید، اون با این میجنگید. و خب اردوان اینجا و همینطور کلی شورش داخلی داشت اتفاق میافتاد. همون موقع حتی در حال رخ دادن بود چنین شورشایی و برگشت به پایتخت که یه مقدار سامان امور رو در حقیقت به سان سابق برگردونه، تلاش بر چنین چیزی داشته باشه. و جنگ به پایان رسید با پیروزی قطعی ایران. اون عروسی خونین به چنین پیروزی تبدیل شد. معلوم نیست اون دختر که عروس ماجرا بوده کدوم دختر اردوان بوده. اتفاقا اردوان 2 دختر داره که هر دو هم بنابر اقتضاعات تاریخی نامی و مشهورن، اما این که حالا دقیقا کدومشون اون عروسه کدوم بوده مشخص است. یکیشون موروده که این قطعا نبوده، چون این زن اردشیر شد، اردشیر پاپکان، و شد مادر شاهان ساسانی، شاپور رو به دنیا آورد. و این که هیچی. دختر دیگهش سورا، شاید این بوده شایدم نه، به هر حال نامی ازش برده نمیشه. این تا اینجا این روایت. توی برای بخش اول ویدیو از این صحبت کردیم. توی ویدیو دوم، حالا برای ورژن یوتیوبش که من تو 2 ویدیو میخوام بذارمش، اولیشو تا اینجا میریم. تو دومی 2 روایت دیگه ای که از این داستان وجود داره رو میخوام درموش صحبت کنم. یکیش در پیوند با همینه، یعنی صرفا یه ریزکاری و جزئیاتی متفاوته در این روایت. یکیش نه، به کل فرق داره. هر دوش هم ازش توی کتب تاریخی، گزارش‌های تاریخی صحبت شده. خب دمتون گرم تا اینجا. ویدیوی بعدی رو میتونید برید نگاه کنید. تو قسمت 2 میریم برای ادامهش.